سلام دوستان، من علی هستم. امروز اومدم با فیلم دیگه. امروز اومدم بهتون آموزش بدم که چطوری با روش آیسیتی مشکلات گوشی رو برطرف کنید. خب قبل از اینکه فیلم رو نگاه کنید چنل من رو سابسکرایب کنید، حتما این ویدیو رو لایک کنید و اینکه زنگوله رو بزنید تا ویدیوی من باخبر بشید. خب ما برای اینکه بفهمیم مشکلات گوشیمون چیه و به مراکز موبایل فروش مراجعه کنیم بدون نیاز به هیچ برنامه توی تنظیمات میتونیم این کار انجام بدیم. حالا با آزمونایی که اونجا داره و شما باید اون آزمونا رو کاملش کنید. خب وارد تنظیمات که میشید توی درباره گوشی مثل راه قبلی توی تمام مشخصات ما دفعه قبلی روی نسخه زدیم که بتونیم گوشی رو سازگارش کنیم، ولی حالا ما با اون کار نداریم. میایم روی این ستا مدل، نسخه باند پایه و نسخه اصلی. ما با مدل و نسخه باند پایه کار نداریم. روی نسخه اصلی وقتی چند بار کلیک میکنیم میزنه شما یک قدم وارد دارید که وقتی که 4-5 بار بزنید وارد همچین صفحه میشید. خب شما میتونین وقتی که روشون کلیک میکنین با چند تا راههایی که داره شما این کارا رو انجام میدین و مشکلاتی که گوشیتون داره رو برطرف کنید. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.